فتنه، اغتشاش یا قیام، سه نگاه متفاوت به یک پدیده از زوایای مختلف. هرچند که اسمشو بذاریم، این پدیده کماکان گلوی نظام رو چسبیده و نمیذاره راحت نفس بکشه. توی این برنامه میخوایم یک مقدار علل و پیامدهای احتمالی این قصه رو از نگاه کارشناسان حکومتی بررسی کنیم. وزیر رفاه روحانی برای ریشه یابی علل اعتراضات اخیر رفته کلی تحقیقات کرده و به این کشفیات رسیده. یه کار جدیدی کردم، این شهرها که شلوغ شده بود چند وقت پیش، اینا رو اومدم ریختم روی اطلس فخر و جاهایی که احساس بی‌عدالتی بیشتری نارامی بوده. البته این وزیر یه جوری میگه جاهایی که احساس بی‌عدالتی بیشتره که انگار جایی هست تو ایران که از گزند بی‌عدالتی در امان مونده باشه. چون اتفاقا همکاران ما هم شهرهایی که شلوغ شده بود رو روی اطلس ریختن و نتیجهش این شد که همینطور که مشاهده میکنید بجز مناطق کویری یا قله کوه دنا که خالی از سکنه هستند، هر جایی که جمعیتی وجود داره اعتراض هم بوده. البته اینکه ریشه اعتراضات فقط بی‌عدالتی یا مشکلات اقتصادی باشه هم خودش قابل تردیده. این چیزهایی که جمع شده مدت هاست در دل و در سینه بسیاری از مردم است، به خصوص اقشار و لایه‌های نسل بعد از انقلاب، دهه 60 دهه 70 دهه 80. من فکر میکنم بیش از اون که اقتصاد داره رنجشون میده، بیشتر از اقتصاد سرخوردگی های سیاسی اجتماعی هستش که باعث عصیانشون شده. بله، پس یه چیزی هم به اسم سرخوردگی سیاسی اجتماعی هم این وسط وجود داشته، ولی هنوز حرف کلیه. سرخوردگی از چی دقیقاً معلوم نیست. بعد همینجور اومد جلو، توی بحث زلزله یه فضایی اتفاق افتاد که دیدم این دولت همون دولت ضعیف و فشلی از لحاظ مدیریتی که هست. بعد یه اتفاقی افتاد توی بودجه که بستن به دلایل مثلا که من فکر کنم که اینا نماد و نشانه بود دیگه. مثلا عوارض خروج از کشور زیاد شد، اومدن اعتراض کردن، یه موجی ایجاد شد که من پشیمانم. اتفاقات سال دیماه رو باید در راستای همون موج من پشیمانم تحلیل کرد. تا اینجا به نظر میرسه که این اعتراضات به دعوای باندی هم دامن زده و جناح ولایت مدار میخواد کل اعتراضات رو مصادره کنه به اینکه اونایی که توی انتخابات به روحانی رأی دادن و بعد پشیمون شدن این اعتراضات رو راه انداختند. حالا ببینیم که جناح روحانی چه دفاعی برای خودش داره. شما داری میگی که مسبب روحانی بوده، مقصود روحانی بوده، نمیدونم اعتراض علیه روحانی بوده اینها، ولی عزیز من شعارهایی که میدادن اصلا ربطی به روحانی نداشت. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. شنیدی اینا رو میگفتن؟ سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن. اینا کجاش ارتباط به روحانی پیدا میکنه؟ اینا علیه جاهای دیگه ای هستش. حالا اون جاهای دیگر رو دیگه روش نمیشه بگه که شعار مرگ بر خامنه ای دادن، عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردند و البته شعارهای دیگه هم بودا. اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن، یا حکومت آخوندی نابود باید گردد. این خط قرمز ها رو توی این گفتگوی حکومتی رد نمیکنه، ولی اعتراف میکنه که این اعتراضات تفاوت‌های جدی با سال 88 داشته. اعتراضات 88 نشون میدادش که شما با اقشار و لایه‌های تحصیل کرده جامعه مشکل دارین، با کسانی که از خیابون انقلاب به بالا زندگی میکنن مشکل دارید. ولی ببینید دی 96 خیلی خطرناکتر بود. من معتقدم دی 96 پایین خیابون انقلاب به پایین بودن که ریخته بودن بیرون. من معتقدم دی 96 دهه 70 بودن، دهه 70 که نشون دادن هیچی رو قبول ندارن.
نه تنها روحانی رو قبول ندارن، دلتون رو خوش نکنین به اینکه روحانی رو قبول ندارن، به جهنم که روحانی رو قبول ندارن. نه، خیلی چیزای گنده تر از روحانی رو هم حالا دارن نشون میدن که قبول ندارن. گنده تر از روحانی کی میتونه باشه؟ جنتی، لاریجانی، جعفری، خامنه‌ای؟ شاید هم همشون. اما حرف جدی اینه که میگه اونهایی که توی خیابون بودن اکثرشون دهه 70 ها و نسل جدید بودن که فراتر از مشکلات اقتصادی دیگه هیچی این نظام رو قبول ندارن. یه صبر کن، مگه این بیگانگان نبودن که اغتشاشات رو طراحی کرده بودن؟ اینایی که این شعارها رو میدادن، شعارهای ساختار شکن میدادن، بابا اینا دهه 70 بودن، کسر قابل توجهشون دهه 70 بودن. خب بابا اینا رو ما تربیت کردیم، اینا تو آموزش پرورش جمهوری اسلامی بودن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده، نمیدونم دولت جمهوری اسلامی، اینا همشون محصولات جمهوری اسلامی هستن. ولی متاسفانه همون خبط و خطای گذشته داره تکرار میشه. ما پای آمریکا رو وسط بکشیم و پای روسیه رو وسط بکشیم، روس و نمیدونم مادرزن صدام و نمیدونم پدرشوهر آقای شیخ نمیدونم پادشاه عربستان، اینا و دو مرتبه افتادیم تو همون تئوری های توتئو و فرضیه های دایجان ناپلئونی و شهر فرنگ و پادشاه جنا و اینها. من خوف این رو دارم که دفعه بعد اون وقت خیلی پایین‌تر از خیابون انقلاب بره و اینا رو دیگه هیچ جوری نمیشه کنترل کرد. این اتفاق بیفته، این آتش وقتی بگیره هممونو میسوزونه و حکومت نشون دادی که اصلاً سعی صدر و آینده نگری بدبختانه نداره. خب به نظر میرسه این کارشناس که توی تیم اصلاح طلبا بازی میکنه کلاً نسبت به آینده نظام ناامید شده. حالا بریم سراغ برادرش که تئوریسین جناح مقابل هست، ببینیم که نگرانی اون چیه. من و شما به شدت نگرانیم که رهبر بعدی کیه. آره، خوب نگرانیم، اما نه چیزی می نویسیم و نه میگیم، اما خوب نگرانیم که اینایی که تو آب نمک خوابیدن هر کدومشون بیان هیچی از انقلاب دیگه نمیمونه. نگرانیم همینجوری، این نیاد اون بیاد اون نیاد. این یکی هم که به نظر میرسه بیشتر در جریان اوضاع و احوال عظما باشه، نگران حال رهبر موقتشه که اگر این مرد اون بعدی هایی که الان توی آب نمک خوابیدن بیان چی به سر نظام میاد. یکی از اونهایی که الان توی آب نمکه و به عنوان گزینه‌های مطرح برای جایگزینی خامنه‌ای اسمش برده شده همون شاهرودیه که چندی پیش هم نزدیک بود توی آلمان دستگیرش کنند. البته پروندهش حتی برای عناصر درون نظام هم خیلی آبرومندانه نیست. خیلی موجز، یعنی یه کسی یه کارخانه ای رو، یه تأسیساتی رو که 50 میلیارد میارزه با سکه های 5 بها رو با کلید آپارتمان رو به این مدیر مالی، به اون یکی، به اون کارشناسه، به اون یکی، به اون یکی، به مبلغ 50 میلیارد و 5 میلیارد میخره از دم چک. از سال بعد یکی 2 تا چک پرداخت میشه، بقیه دیگه متوقف میشه. 50 میلیارد بیت المال هلوفتی شیفته خدمت میخوره. شیفته خدمت با کمک سایر شیفتگان خدمت با هم میخورن. بعد حضرت آیت الله میفرمایند که نقض حریم خصوصیه. حالا تصادفاً در یه مورد این آقایی که 50 میلیارد و 5 میلیارد خریده، یکی 2 تا اقساط هم بیشتر نداده، اتفاقی که افتاده اینه که توی درگیری‌های بین جناح‌ها و خلاصه سر از رسانه‌ها در آورده بود دیگه، برملا شد و دیگه رفتن آقا گرفتنش و بعدم نمی‌شده کاریش کرد، دیگه نمی‌شده لاپوشانی کرد، دیگه نمی‌شده. لذا حالا محکوم شده از نظر ایشون حریم خصوصیش نقض میشه اگه اسمشو اعلام کنی. یه خود فکر کنین، بعد اینو بذارید جلو رفتار آقا امیرالمومنین. ما شیعه کیم؟ شیعه هاشمی شاهرودی هستیم؟ خب پس وقتی یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی خامنه‌ای پرونده فسادش ورد زبون‌ها شده، دیگه میشه مقبولیت بقیه رو هم حد زد. بی خود نیست که توی این اوضاع به موج ریزش توی نظام هم دامن زده میشه. شرم به من،
شرم من، نه بر شما، بر من، مرگ به من. بشکن این دست اعلانی هایی که نشستم نوشتم، به انگلیسی، به فارسی، سخنرانی هایی که کردم به انگلیسی، به فارسی، بشکنه، قطع شه این زبون، این دهان، برای انقلاب، برای این کارا، برای اینا، برای این رویه ها. تازه این تئوریسین جناح ولایت مداره. البته وضعیت جوجه بسیجی ها هم خیلی متفاوت از اینا نیست. این هم یه نمونهش که بهش توی نماز جمعه تریبون دادن تا این سوتی رو پشت منبر بده. متاسفانه تریبون‌های نماز جمعه داخل سراسر کشور تبدیل شده به یک سری مراسم تقویم خوانی و بیان سخنان خنثی و بی‌اثر. چنانچه الان می‌بینیم داخل تهران هم همین، داخل نماز جمعه تهران هم این نردا مشاهده میشه. دلیل نداره این فاصله افتادن بین بخش عظیمی از مردم با تعداد اندکی از مسئولین. اگر از ترور و از سوء قصد میترسین که اصلا که جایگاه اختصاصی و مسیر ورود و خروج اختصاصی و مسیر متفاوت واسه خودتون قائل باشین، که اصلا دلیل نداره مسئولیت قبول کردن. شما الان این طرف نرده یا تفاوتتون با اون طرف نرده یا چیه؟ اون طرف نرده یا این طرف نرده یا چه خدمتی به انقلاب کردن که اون طرف یا نکردن؟ ما الان نمیدونیم که بعد از این ماجرا باز هم به این بسیجی تریبون میدن یا نه، ولی سرگردونی در طیف ارزشی‌های نظام چیزی نیست که بشه دیگه پنهانش کرد. کاش من مرده بودم این حرفا رو نمیشیدم از منابع رسمی و آز رسمی حکومتی. کاش مرده بودیم اونجا یه تیر میخوادتون پیشونید که این روزا رو نبینیم. بعد ما داریم چیکار میکنیم با آرمان‌های انقلاب. در نهایت فقط یک سوال باقی میمونه که آیا با این وضعیت به عقیده کارشناسان نظام قیام میتونه ادامه پیدا کنه یا نه؟ انگار نه انگار که این اتفاقات افتاده، انگار نه انگار که این اعتراضات رو دیدن، همون برنامه ها، همون روش ها، همون حرف ها، همونا داره ادامه پیدا میکنه کما فی السابق. بنابراین هیچ دلیلی من نمیبینم که این آتش زیر خاکستر چرا 2 مرتبه فوران نکنه، چون هیچی عوض نشده. اینطور که پیداست خودشون هم میدونن که دلیلی برای توقف اعتراضات وجود نداره. پس بجنگ تا بجنگی. خدا نگهدار.